سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. من امروز قصد دارم یکی از غذاهای مجلسی شیرازی رو آموزش بدم به اسم کلم پلوی شیرازی. یکی از غذاهای بسیار خوشمزه شیراز. بریم سراغ مواد اولیه. گوشت چرخ کرده 200 گرم، برنج خیس شده 2 تا 3 پیمانه، برگ کلم 1 عدد کوچیک و پیاز 1 عدد بزرگ و 1 عدد کوچیک. سبزی کلم پلو شامل تره، شوید، ترخون و ریحان همگی با هم 200 گرم. آرد گندم 2 قاشق غذاخوری. کره به میزان لازم. نمک و فلفل سیاه و زردچوبه و آبلیمو به مقدار لازم. زعفران به مقدار لازم. و حالا میریم سراغ تهیه این پلوی خوشمزه. خب ابتدای کار کلممون رو برش میزنیم، به قطعات کوچیکتر تقسیمش میکنیم. همونطور که تو تصویر ملاحظه میکنید همین اندازه کافیه. و بعد میریم سراغ پیازمون، اونا هم نگینی خوردش میکنیم. و بعد میریم سراغ پیاز کوچیکمون، اونا هم با رنده ریز رنده میکنیم. قراره که با این پیاز گوشتمون رو مزه‌دار بکنیم. خب من گوشتم رو بهش اضافه کردم، همینطور آرد رو بهش اضافه کردم. آرد توی این ترکیب برای انسجام بیشتر گوشتای گلگلی هستش که در کلم پلو ازش استفاده میشه. و بعد ما ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. نمک، همینطور فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم. میزان فلفل سیاه بستگی به ذائقه خودتون داره، ولی حتما اضافه بکنید چون طعمش رو واقعا خوب میکنه. و بعد زردچوبه میزنیم. حالا این مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و سعی میکنیم که یک ترکیب یک نواخت داشته باشیم. و بعد ورزش میدیم. همونطور که مشاهده میکنید حدود 10 دقیقه اگه ورز بدید گوشتمون فوق‌العاده خوشمزه میشه. حتی به انسجام گوشت هم کمک میکنه این ورز دادنه. خب حالا تکای کوچیکی از گوشت رو برمیداریم و سعی میکنیم گوشت گلگلی های تقریبا کوچیک و هم اندازه‌ای رو درست بکنیم. خب بعد از اینکه این گوشت گلگلی ها حاضر شدن، ما اینها رو داخل یخچال میذاریم. حدود نیم ساعت کافیه تا این گوشت گلگلی ها به اون انسجامی که ما مد نظرمونه برسن و در نهایت قراره که سرخشون بکنیم. خب حالا داخل یه تابه دیگه من کره رو ذوب میکنم، همونطور که داخل تصویر ملاحظه میکنید. بعد اینکه کره ذوب شد داخلش پیازهای نگینیمو میریزم. بچه ها، من برای اینکه کلم پلوم خیلی خوشمزه تر بشه از کره استفاده میکنم. شما میتونید حتی از روغن مایع یا روغن زیتون هم براش استفاده بکنید. بعد اینکه یک مقدار پیازها سرخ شدن، من زردچوبه رو بهش اضافه میکنم. و حالا دیگه وقتشه که ما کلممون رو به این ترکیب اضافه کنیم و همراه پیاز سرخش بکنیم. خب بچه ها، یکی از نکته های بسیار مهم برای اینکه کلم پلوی بسیار خوشمزه تری داشته باشیم اینه که حتما از پیاز داغ یا پیاز سرخ کرده همراه کلم استفاده بکنید و سعی کنید که اینها رو با هم دیگه تفت بدید تا روی طعم کلم تاثیر بذاره. و یکی از مواد دیگه که میتونه روی طعم کلم تاثیر بذاره زعفرونه. حتما سعی کنید ازش استفاده کنید. بچه ها، شما میتونید همینطور از آب لیمو برای بهتر کردن طعم کلم استفاده بکنید. منتها بیشتر از 2-3 قاشق نزنید، همین 2-3 قاشق میتونه کافی باشه. خب بعد اینکه کلم به حد کافی تفت خورد، ما ادویه رو بهش اضافه میکنیم. نمک و فلفل سیاه داشتیم، به این ترکیب اضافه میکنیم و همینطور زعفران دم کردیم. توی این مرحله بچه ها اگه خواستید میتونید 2 الی 3 قاشق آب لیمو به این ترکیب اضافه بکنید. خب ما حالا ترکیبمون رو هم میزنیم و اگه نیاز داشت بازم بهش زعفرون دم کرده اضافه میکنیم. حالا دیگه تقریبا مناسبه، رنگش فوق‌العاده عالی شده و کاملا ایدال هستش برای کلم پلومون. خب توی این مرحله ما بهش آب اضافه میکنیم و اجازه میدیم که یک مقدار دیگه کلم ها با این آب پخته بشن و طعم بسیار بهتری اون موقع خواهند داشت داخل کلم پلو.
حدود 30 الی 45 دقیقه وقت مناسبیه برای پختن کامل کلممون. ما دربش رو میذاریم و اجازه میدیم که کاملا مغز پخت بشه. حالا میریم سراغ گوشگلگلیامون. همونطور که ملاحظه میکنید قرار رو گذاشتیم آب بشه و حالا گوشگلگلیامون رو داخلش سرخ میکنیم. سعی کنید که برای سرخ کردن گوشگلگلیا حتما از کره استفاده کنید، چون طعمش رو خیلی بهتر میکنه. زعفرون دم کردم دوباره به این ترکیب اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا گوشگلگلیامون با این ترکیب زعفرونی حسابی خوش‌طعم و خوش‌رنگ بشن. خب حالا گذاشتیم تا توی قابلمه آب به جوش بیاد. ما برنجمون رو به این ترکیب اضافه میکنیم. حدود 2 الی 3 پیمانه برنج داشتیم. برای بهبود کیفیت برنج دربش رو تقریبا نیمه باز میذاریم تا زودتر به جوش بیاد. حالا که به جوش اومده بچه ها چک میکنیم. وقتی که به این حد رسید ما سبزیامون رو بهش اضافه میکنیم. در واقع حدود 2 تا 3 دقیقه قبل از اینکه آبکش بکنیم ما حتما باید سبزیمون رو بهش اضافه کنیم. سبزی هم کلا 200 گرم سبزی در واقع کلم‌پلو شیرازی مونه که شامل ترش، جوید، ترخون و ریحان هستش. بچه ها من نحوه دم کردن برنج زعفرونی رو قبلا آموزش دادم و لینکش رو این بالا میذارم. حالا برنجمون به حدی رسیده که ما اینو بتونیم آبکش بکنیم. من میرم برای تهدیگ این کلم پلوم از سیب زمینی استفاده کنم و اونها رو همونطور که میبینید به قطعات مناسبی کات میزنم و شکل مورد نظرم که شکل قلبی هستش رو میخوام از داخلش در بیارم. بچه شما میتونید از اشکال مختلفی استفاده کنید. من برای تزیین نهایی بهشون احتیاج دارم. همونطور که ملاحظه میکنید تهدیگامو کف قابلمه چیدم و حالا برنجم و یه لایه اضافه میکنم و بعد من روش کره ذوب شده میریزم و ترکیب کلم و پیاز داغم رو روش اضافه میکنم. بچه توجه داشته باشید که ترکیب سبزی در واقع کلم‌پلو به نسبت 1 کیلو در واقع سبزی باید نصفش ریحان باشه، یعنی نیم کیلو ریحان باشه و تره و شوید هر کدوم 200 گرم و ترخون 100 گرم برای اینکه تلخش نکنه. حالا که ما کل سبزیمون 200 گرم بود، شما میتونید تمام اندازه ها رو تقسیم بر 5 بکنید تا میزان هر کدوم از این سبزی ها به دست بیاد. خب همینطور که تو تصویر بچه ملاحظه میکنید من لایه لایه برنج و همینطور کره ذوب شده و کلم رو میریزم و این کار رو ادامه میدم تا موادم تقریبا به انتها برسه. برای لایه آخر برنج رو که ریختم دیگه کلم نمیریزم، فقط از روغنداغ یا کره ذوب شده استفاده میکنم. و نهایت امر یه مقداری زعفران دم کرده روی پلو میریزم و میذارم که دم بکشه. برای دم کردن این نوع پلو شما میتونید هم از آب استفاده کنید، یعنی نصف لیوان آب بریزید و شعله رو حدود 15 دقیقه دمای بالا بذارید و بعد شعله رو پایین بیارید تا خوب دم بکشه. و اینکه میتونید از همون ابتدا بدون اینکه آب بریزید حدود 5 دقیقه دم متوسط باشه و بعد شعله رو خیلی پایین میارید. خب همینطور که ملاحظه میکنید کلم پلومون آماده است. من اونو انتقال میدم به ظرف سرو و بعد برای تزیین اطرافش رو کلم هایی که داشتیم اضافه میکنم و بعد میتونید 1 لایه هم از پیاز داغ برای زیبایی بهتر این پلو استفاده کنید و در نهایت هم 1 لایه از همون گوشگلگلیایی که درست کرده بودیم رو میچینم. بچه ها من برای تهدیگش از سیب زمینی استفاده کرده بودم و اونها رو به شکل قلب در آورده بودم برای اینکه همچین ترکیبی رو بتونم درست بکنم. خب دوستای عزیزم همونطور که ملاحظه میکنید کلم‌پلوی بسیار خوشمزه و شیک و مجلسیمون آماده است. امیدوارم که درستش کنید و ازش حسابی لذت ببرید. دوستای عزیزم
اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.